همیشه ساکت بود، سرش را بالا نمی آورد. انگار که چشمش می ترسید به آسمان بیفتد. نگاهش نه تند بود و نه نرم، حواسش نه جمع بود و نه پرت. با هیچ کس چشم در چشم نمی شد. انگار به هر جایی نگاه می کرد مگر آنجا که تو ایستادی. ندیدم لبخندی بر لبانش بنشیند، نشنیدم خنده ای از دهانش بیرون بیاید، ندیدم ناسزایی بگوید، نشنیدم فریادی بکشد. حرفی اگر میزد گرد و خاک سکوت‌های طولانی از نفسش بلند میشد. صدایش ملال‌آور نبود، اما به نظر صدای درخت و کوه می آمد اگر به زبان می آمدند. واژه‌ای نبود که معنایش را در خود بگنجاند. عجیب بود و پر رمز و راز. آرامش و نجابتش حوصله لبریز می کرد. مثل قطره بارانی در طوفان در پس زمینه ها محو می شد. شگفتا یک روز گرم بعد از ظهر تلو تلو خوران پا به شهر گذاشت. لباسهایش سرخ بود، انگار که در خمره رنگ خون غلتیده باشد. سر تا پایش خیس و در فاصله سر و پا در گهواره آغوشش جسد دختر بچه‌ای بود. با صدایی خالی از عاطفه می گفت در جنگل پیدایش کرده، وسط راه افتاده بود، در گودالی سرخ. گشتند و ردی نیافتند. مردم قاتل می‌خواستند. گریبان گرفتند تنها کسی را که بود، مردی را که برای مرگ دختر بچه یک قطره اشک هم نریخته بود. محکمه محلی به راه افتاد. اعدام با طناب دار جریان گرفت. سکوت می‌کرد و گاهی به آرامی پاسخی میداد سوالات مهمل دادگاه را. آنقدر آرام که گویی از آب و هوا حرف میزد. دفاعی نمی‌کرد، به سخره هم نمی‌گرفت. عجز و لابه نکرد، التماسی در کار نبود حکم را که اعلام کردند. روز اعدام هر که در شهر بود حاضر شد. بیشترشان هم نمی‌دانستند چرا آمدند. بند طناب دور گردنش، نگاهی انداخت به جمعیت. نمیدید کسی را، انگار که وجود ندارند. طناب که کشیده شد بدنش تشنجی گرفت. ناخواسته نبضی زد. جانش که میرفت، جسدش که بی خیال و آسوده زیر چوبه دار تاب میخورد، من رد کمرنگی دیدم. اثری از لبخند. فقط یک لحظه و چقدر عجیب. حالا که زندگی داشت تمام میشد، علائمی از حیات نشان میداد.